نیمه اول سال 2021 از روسیه به تاجیکستان و اساساً از جانب مهاجران تاجیک 755 میلیون دلار پول فرستاده شده است. این نظر به 752 میلیون دلاری که در ماه‌های ینور ایون سال 2020 از روسیه به تاجیکستان ارسال شده همگی 3 میلیون دلار یا 0.4% بیشتر است. این ارقام از آمار رسمی است که بانک مرکزی روسیه روز 9 اکتبر نشر کرد. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی روسیه، تاجیکستان از لحاظ حجم انتقال پول از روسیه در نیمه اول سال جاری در بین کشورهای اسنگ در مقام سیوم قرار دارد. از همه بیشتر امسال از روسیه به ازبکستان 2 میلیارد و 270 میلیون دلار پول فرستادند. در جای دوم باز یک کشور دیگر مهاجرفرست آسیای مرکزی قرقیزستان ایستاده است که امسال از روسیه و نیز اساساً با شرافت مهاجرانش 951 میلیون دلار پول دریافت کرده است. جالب این است که به فرق از تاجیکستان امسال همچنین انتقال پول از روسیه به ازبکستان و قرقیزستان به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. برای مقایسه حجم انتقال پول به ازبکستان قریب نیم میلیارد دلار به جای 1 میلیارد و 772 میلیون نیمه اول سال 2020 یا 28.1% و به قرقیزستان 236 میلیون دلار به جای 716 میلیون یک سال پیش یا 33% افزوده است. دو کشور مهاجرفرست قفقاز جنوبی آذربایجان و ارمنستان با 432 و 372 میلیون دلار پول از روسیه برایشان ارسال شده در این چمپیونات بعد سه کشور مهاجرفرست آسیای مرکزی قرار گرفته، اوکراین و قزاقستان در نیمه اول سال جاری از روسیه بیش از 200 میلیون و مولدو قریب 140 میلیون دلار پول گرفتند. ولی معلوم می شود انتقال پول به کشورهای اسنگ منابع اساسی تامین بازار روسیه با نیروی کاری در حجم عمومی انتقال پول از این کشور نقش ناچیز داشته است. در عموم در نیمه اول سال از روسیه به خارج 20.3 میلیارد دلار فرستادند که از آن تنها نزدیک 5 میلیاردش به کشورهای اسنگ و 15 میلیارد باقی ماندهش به کشورهای خارجی دور و اساساً به غرب رفته است. برای مقایسه حجم انتقال پول به همه کشورهای اسنگ خیلی کمتر از پول است که در ماه‌های ینور ایون سال 2021 از روسیه تنها به سه کشور غرب شویتزاریا 4 میلیارد دلار و امریکا و بریتانیا هر دو قریب 1.5 میلیاردی رفته است. ولی اگر کشورهای اسنگ معاش با زحمت به دست آورده مهاجرانشان فرستاده شود، میلیاردهایی که به غرب میروند سرمایه‌هایی است که از روسیه میگذرانند. در عموم سال 2020 از روسیه به تاجیکستان 1.7 میلیارد دلار پول ارسال شده بود که این نظر به سال 2019 آخرین سال تا پاندمی 800 میلیون دلار یا 32% کمتر بود. سال گذشته از روسیه به ازبکستان 4.4 میلیارد و به قرقیزستان قریب برابر تاجیکستان 1.7 میلیارد دلار پول انتقال داده بودند. برای این سه کشور آسیای مرکزی پولهایی که مهاجرانشان از روسیه میفرستند یک منبع اساسی تامین روزگار اکثر عائله ها به شمار می رود.